شاهنامه که از روز نخستین به پایان رسیدنش معیار شد، تا اکنون بزرگترین دستاورد مبارزه فرهنگی در کشوری است که در مبارزه مسلحانه با فاتحان درماند. شاهنامه در قرن شکست قطعی تاریخ پیش از شکست را گفت و دلیل شکست را در خود ما جست. استبداد دینی دوره ساسانی آن اندازه که در شاهنامه آمده ترس‌آور است. محاکمه شیرین و دفاع خسرو پرویز از وی خوش انجامترین آنهاست و شاهاندازی های پیاپی و آزار عیسویان و مانویان و کشتار مزدکیان دیگرند. حتی زودتر از آن پشت سر گشتاسپ شاه کیانی خود زرتشت است، در جنگ های خونین برنشاندن مزداپرستی که به دقت در 1000 بیت دقیقی آمده تا برسد به ویرانسازی نانوشته نیایشگاه های چهارگوهر که امیدبخش فرودستان و کشاورزان بود و به خواست دین مردان ساسانی فرو کوفتند و سده‌ای نرفته فاتحان نو آمده همه را مقابر طوایف خود کردند، تا امروز که زیارتگاه مردم ناچاری است که هر یکی جایی زنجیری ذریح قاتلان پدران خودند به معجزه‌ای در رهایی از این دایره بسته. و کم و بیش همین است آینه روزگار پیش ساسانی در شاهنامه، سروده‌ای که بیرون از هر تعریفی مهمترین کتاب شناخت اجتماعی و نقد سیاسی است که تا امروز فرهنگ ایران پدید آورده، در شکل زنجیره داستان‌هایی از آغاز اساطیر تا واقعیت تاریخی برگشت تاریخ. سروده‌ای متکی به بازگفت‌های کهن در ترسیم پیرنگی تاریخی از شاهان و موبد شاهان و پهلوانانی که یکی 2000 هر یکی هر زمان و به هنگام مژده‌ها آوردند و امیدها نو کردند و سپس با تبه کردن زمان و خود خوراک خودبینی و خشم و آز شدن شکست واپسین سرزمین و مردم آن را پی ریختند که تا امروز بر دوش ماندگان آنهاست. سروده‌ای که هزاره‌ای مردم تاوان داده پای داستان‌های آن اشک ریختند و بیش از همه بر خود. و چگونه بود که هواداران مردم این مفهوم مردمی را در آن نشناختند که اکنونیت شاهنامه منتفی نشده تا جانشینان دین مردان ساسانی هنوز تکرار آنها به تازی‌اند که در رسانه ملی به نقل از روایات من درآورده فرمودند عربی زبان اهل بهشت است و فارسی زبان ساکنان جهنم و ما ملت ساکن جهنم هنوز برخی فارسی حرف می زدیم. مردم برای انبوهی هواداران حزب و برای انبوه دیگری پیروان و پرکنندگان مسجدها بودند. ایران مردم دیگری هم دارد که حافظه تاریخی دست جمعیشان با همه دستکاری ها هنوز کاملا ویران نشده. شاهنامه و شخصیت های اساطیریش چون آیینه آیین های کهن میان مردمان بیشمار هواخواه و شنونده داشت که هیچ کس با هیچ منطقی نمیتواند بگوید مردم نیستند. مردمانی که بر غفلت‌های تاریخی پدران تکروی خود دست پشت دست میزدند و میزنند که از ماست که بر ماست. شاهنامه هنوز زیر دست سراینده خود بود که از جا برخاست و شاهنامه خوانان برخاستند. سده‌های پنجم و ششم اوج ایستادگی فرهنگی شاهنامه است در برابر مشابه سازان مجهز و مسلطی که بر گرته شاهنامه و در برابر آن حماسه های دینی بدل می ساختند در ستایش و به خدایی رساندن ویرانگران ایران، فضایل خانان و مناقب خانان، حمزه خانان و حتی اسکندرنامه خانان. شاهنامه از این آزمون برگذشت، نامدار ولی ناشناس، و هزاره‌ای گذشت تا به ما رسید. امتیاز بزرگ شاهنامه این است که عیب بزرگ تقدس را ندارد و می شود آن را زمان تا زمان نقد کرد. اما همچنان که کتاب مقدس یهود را گرد آورد و همچنان که قرآن عرب را یکی کرد، شاهنامه تیره های در هم شکسته و پراکنده ایرانی را زیر این چتر روانی به هم پیوست و به هم برگرداند و این چکامه بلند
که ابن اسیر قرن 7 هجری که حتما حقوق بگیر پهلوی نبود آن را قرآن العجم خوانده، در هر بحران هویتی رخ نمود و بدل به معیاری شد، گرچه نمی‌شود گفت همه هواداران یا مخالفان آن اصلا آن را خوانده اند. و هر جا به راستی شناسنامه مردمی شد که موالی نبودند، چنان که حتی امروزه هم بسیاری تیره ها و تبارها که بیرون از مرزهای ایرانند آن را از خود می‌دانند و به زبان آن سخن می‌گویند. و شیفتر که در جنگ چالداران سپاه ایران و عثمانی در جنگ دینی برابر هم در ستایش دلاوری و برتری و آزادگی خود هر دو به زبان فردوسی شاهنامه می‌خواندند به در کردن دیگری از میدان. در اوجگیری جنبش چپ بار دیگر شاهنامه موضوع دعوا و معیار نهایی تعریف هر دو دسته شد. روشنفکری دوران بیداری با همه کندی سرانجام موفق شد چون گامی در اعلام آشکار لزوم خودشناسی گورهای چند تن از بزرگان فرهنگ ایران را که قابل شناسایی بود از گمنامی درآورد و به آنها در حد استعداد احترام و اعتباری را که سزاوار آن بودند پیشکش کند. این جنبش تمثیلی چندان نکشید. فردوسی، سعدی، حافظ، خیام و عطار حالا بسیاری دیگر بیرون از مرزهای ایران بودند. در هزاره مرگ فردوسی روشنفکری دوران بیداری به دست رضاشاه پهلوی هزاره فردوسی برپا کرد و روشنفکری چپ چون وظیفه‌ای حزبی با ندیده گرفتن جایگاه فردوسی و شاهنامه میان مردم کوی و گذر فردوسی شاهنامه را به دربار و شاه بست و به دنبال مفاهیمی چون اسطوره، زبان، ملیت، میهن یا وطن، نام ایران و همه را برخلاف پیشینه‌های تاریخی آنها برساخته و جعل رضاشاه جلوه داد و ندانسته خود را در اختیار استبداد دینی پنهانکار و منتظر فرصت گذاشت که فریضی دینی و تاریخیش محو همین مفاهیم به سود سلطه‌جویی خود و حل کردن آن همه در استبداد الهی نقد ناپذیری بود که خود را نماینده آن میشمرد. سرافرازی به شاهنامه و یافته‌های کاوش‌های باستانی که روشنفکری دوران بیداری خود را بدانها هویت میبخشید، بعدها در زبان روشنفکری چپ همه اسناد بی‌آبرویی به استبداد شاهان به قلم رفت. دعوا از خود نام شاهنامه آغاز میشد و واژه شاه که ایرانیان قرنها معادلهای غیر فارسیان را به گونه سلطان، سلطه‌گر، حاکم، حکم فرما، امیر، امر کننده و خلیفه جانشین الله تحمل کردند و صدایشان در نیامد. پس انگار مشکل با فارسی بودن واژه بود که در معنا خالی از همه آن استبدادهای نهفته در همه آن عنوان هاست. واژه‌ای که تصادفاً تا یادم است هم ریشه خشت است و به معنی آباد کننده و شهرپا و فرهنگ آور که اگر معنایش بعدها با واقعیت عملیش نخواند، اشکال در واژه نیست، در عمل است. و شاهنامه اگر آن را به معنی بهترین نامه نگیریم، به معنی تاریخی است که مثل هر تاریخ کهنی دوره‌هایش به نام شاه هر دوره مرتب شده، نه آنکه سراینده‌اش حقوق بگیر دربار پهلوی است. جای شگفتی نیست که به هر حال چه روشنفکران دوران بیداری و چه روشنفکران چپ و نیز همه پادشاهان هر دوره‌ای، بعضی مستقیم و بعضی با یک نسل پشت سر، در دامن استبداد دینی بزرگ شده و آموخته و معتاد خرافات آن هیچ یک به راستی و به تمامی از آن نرسته بودند.